و باعث که تا این لحظه از برنامه ما لذت برده باشیم. من همکنون در کنار هنرمندی هستم که شما سالها با چهره و صدای این هنرمند عزیز آشنا هستیم و ما موفق شدیم در لحظه حساسی که فکرش نمی‌کردیم این هنرمند رو ملاقات بکنیم و باهاش مصاحبه کوتاهی رو برای شما عزیزان انجام بدیم. این هنرمند آقای فرزین هستن که خودشون رو معرفی می‌کنید. خیلی لطف کردید که با این گرفتاری که داشتید وقتتون در اختیار ما گذاشتید که چند لحظه‌ای بتونیم در خدمتتون باشیم تا شما یه صحبتی با هموطنان عزیز مقیم هامبورگ داشته باشید. در امتداد حادثه خسته به بنبست رسیدم، بذار جونم برات بگه که چی دیدم چی ندیدم. این قصه با ترانه نیست، کابوس کودکانه نیست، رنگ و ریای آدم ها توی غربت حقیقت افسانه نیست. حقیقت دروغشون پوشالی وجودشون، حتی خودم گول میخوره از ظاهر سجودشون، از ظاهر سجودشون. سلام، من خواستم همینجوری فیل بدهید سلام اینجوری داشتم با تماشاچی شما و تلویزیون موج. امیدوارم که همیشه موفق باشین و من خودم همیشه مدیون مردم اول و بعد روابط عمومی به خصوص تلویزیون، مطبوعات و ارتباط جمعی. فرض چی شده که این مدتی که کمیاب شدی؟ کجا هست؟ حدود 6 ساله که به علت فکر میکنم که یه مقدار احساسی دلم خواسته که از محیط هنری بیام بیرون و حالا بس که دیگه محبت‌های مردم و فشارهای مردم که همیشه من محبت داشتم دماغی شروع کردم. چون بینندگان عزیز با ما تماس میگیرن و میگن شما چرا از فرزین نوارهای جدیدی رو نمیذارید؟ این کار شما به چه صورته؟ آیا نوارهای الان در حال حاضر هست؟ جدید آماده کردم بعد از 6 سال. بله. با این کاست فکر میکنم که خب سرنوشت خودم تو این 6 سال و احساسی که این مدت کار نکردم تو این کاست بیان کردم. تقدیم همه عزیزان. نوار ویدیوییش هم میاد به بازار. حتما بیارم، حتما میرم تلویزیون شما. خیلی ممنون لطفتون. چه صحبت دیگه با بینندگان عزیز مقیم هامبورگ دارین شما؟ فقط تنفیسی که بتونم بگم به جای اینکه پشت هم دیگه حرف بزنیم و شایعه درست کنیم و داستان پردازی کنیم، به واقعیت‌ها بیشتر توجه کنیم و فکر کنیم که این ایشون یا من که در ظاهر شاید خیلی خوشبخت، خیلی سرحال باشیم، در داخلم از حرفا و گوش کنایه‌های مختلف اذیت میشیم. دوستتون دارم و تا آخرین لحظه براتون میخونم. اگه استوری هست متعلق به شماست و اگر تونستم بخونم برای شما میخونم. کاست جدیدم هست آشنای عشق و من تقدیم میکنم به شما هموطنان عزیز و تلویزیون موج. با تشکر از فرزین که وقتش در اختیار ما گذاشت و با امید به اینکه بتونیم در برنامه‌های آیندهمون از این هنرمند عزیز بیشتر استفاده بکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.